بینندگان عزیز سلام. امروز در استودیوی رادیو آزادی همصحبت ما نصرالدین خلف برادر امام‌الدین سربازی که ما درباره امام‌الدین خلف بارها گزارش‌ها پخش کردیم و دیگر رسانه‌ها نیز گزارش‌ها پخش کردند. حالا امام‌الدین در بیمارخانه بستری است و دو گرده اون اصلا فعال نیستند و مادرش در هفته گذشته اظهار داشت که یک گردهش را به فرزندش میداد و حالا اینها منتظر این هستند که مبلغ در حجم 48,000 سامانی باید جمع آورده شود تا اینکه عملیات جراحی امام‌الدین با مادرش انجام داده شود. و من از برادر امام‌الدین نصرالدین خواهش میکنم که بعد از چاپ این خبرها و مقاله ها، بعد از اینکه مادرتون گفتن که یک گردش به فرزندش میده و برای این مبلغ شما نیاز دارید، کمک های دستیاری به طرف شما دراز شد؟ رحمت بر همه جمعومت همه خبرنگاران که مثلا امیره چاپ کردن یک 20,000 یاردم شد. از طرف کی یاردم؟ از طرف خیلی نمیشناسم شما مثلا حتی نمیشناسیم. زنگ میزنن مثال میارن کمک خیری چونا میرسونن و من همراه مادرم نزد وزیر در آمدم. مثلا ما را خوب قبول کرد. رحمت به وزیر تندرستی که ما را مثلا یاردم کرد تا 20,000 سامانه. یعنی میشه اظهار امیدواری کرد که در روزهای نزدیک جراحی انجام داده ان شاء الله میشه. حالا وضع مادرتون چطوره؟ وضع خود امام‌الدین چطور است؟ وضع امام‌الدین حاضر فقط وقوع همون دیالیز قرار دارد. او به دیالیز نمیتوند. و مادرم موقع منتظر همی مثلا مبلغ هستیم که همین بود شود تستر همی جراحی را بگذرونیم. از مردم تاجیکستان تشکر زیاد میکنیم که مثلا ما را یاردم کردن، خیلی دستگیری کردن. با یک بار دیگه همی کارم شیده بود، همی یاردم کرده بودن. نمیدونم ماهی کی بود، خیلی بهتر یاردم کردن. از طرف سازمان های غیر دولتی هم به شما کمک میرسد؟ همش هم هر که چی قدرتی داشت مقصد یاردم کرد. ما یگانه چی وای نداریم که مثال رحمت به همه آدمای خیر کردگی. بینندگان عزیز، همصحبت ما نصرالدین خلف برادر امام‌الدین خلف که فعلا در بیمارخانه بستری است و منتظر جراحی برای پیوندسازی گرده‌هاش خوابیده است و ما همراه با نصرالدین و بینندگان عزیز از تشکر میکنیم و همچنان خانواده خلف‌ها منتظر کمک و یاری اهل سخاوت پیش هستند. تشکر زیاد.